نزدیکی یکی از قلابان، بیشرفان، بیناموسان، اگر جنس باختن بگیم خطا نخواهیم کرد، ناموس فروخته ها، محمد اقبال صدرالدین، همونی که در کشورهای خارجی ایستاده بر علیه ملت تاجیک دسیسه بازی میکند، همون نفری که گاه از دین میگه اما به خاطر قلابی دین را سوء استفاده میکند، در یکی از برنامه‌های خود درباره خدمت‌های نوری در صلح تاجیکان سخن رانده حرکت کرده است که جنایت‌ها، خونخواری‌های نوری را، یعنی همون سید عبدالله نوری را همچون خدمت به ملت تاجیک معرفی کند. شما ببینید که وقتی که ما درباره سالهای 90 صحبت میکنیم، حتما اونجا اوراق پیدا میشوند که سراپا خون است. اونجا نوشته های هست در صفحات تاریخی پر از خون است، پر از خواری و ذلت ملت تاجیک است. محمد اقبال صدرالدین هم همه این را نادیده گرفته و کوشش نموده است تا نوری را همچون یک معمار صلح‌گویا برای مردم معرفی کند.